حالا سانت برای ایران صورت گرفت. یا سر عالی موقعیت گل در خانه 3-1 قطر رو شکست داده. یه اشتباه در دفاع ایران و گل اول ازبک‌ها رو شاهدیم. سانتر توپ این سر سانترش انجام میده. یه ضربه سر عالی، فرصت برای ایران. حالا تک به تک یه فرار عالی از آزمون و با جلو آورد. حالا آزمون رو چرخه شد. سانتر توپ خطر روی دروازه ایران و این ضربه گل دوم آفساید اعلام میشه. پاس از او آزمون کنترل میکنه. طارمی و یه سوپر گل دیدنی از مهدی طارمی. جواهر بوشهری فوتبال ایران آسیا نفس دوباره شد. گرفته بود از روند بازی در نیمه اول. سانت برای آبی پیشان ازبکستان و باز هم گل میزنه. طارمی سانتر او آزمون سر و حالا آزمون میره تا گل دوم رو بزنه. میمونه کنعانی. سانتر از اوست. یه تاثیر و حالا